қарз اینقدر سخت بوده برادرها، در روزی قبر دا میمونند بعد میفهمی که کاش که قرض نمیدادم، میلیون میبود، خانه ما میفروختم، ماشین ما میفروختم میدادم و امروز در قبر آزاد بودم. حدیث مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب الدین مغلول فی القبر او کما قال، کسی قرض داره در قبر به زنجیر میبندنش، این دستش به این پاش میبندن، این پاش به این دستش میبندن. کوشش کنی قرض بده، خدای نکرده انسان قرضدار بمره در قبر در زنجیر بستگی. وارثاش از داملا پرسید گفت خدای نکرده اگر قرضدار بیاید با حجت دلیل بیاید میبخش میتین ادا میکنیم؟ بچهش قطعی دماغ گفت بله رستم جون، چرا که اگر ادا کنن قرضدار باشه، ادا کنن این آزاد خواه، ادا نکنن بستگیه. از ما شما نمیخواد شتگین